درود عزیزان، برنامه نوبتی نگفته ها منظور شما میگردد. مهمانی برنامه ما میگوید گذشته ها گذشتند و فردا را باید ساخت. خشت فردا را باید با دست خود گذاشت، میگوید مهمانی برنامه ما. و فردا به نظری مهمانی برنامه ما شبیه یک ورقی سفید تازه است، ورقی که در روی اون ما خودمون خطاطی میکنیم، خودمون حکاکی میکنیم، خودمون مینویسیم، خودمون انشا میکنیم روزگار خود را، سرنوشت خود را، نقشه های خود را، زندگی خود را. و عزیزان دل باز هم گفته های مادر بزرگم به یادم میآید که گفته بود انسان شیر خام خورده است. انسان شیر خام خورده است و حق دارد اشتباه کند، حق دارد اشتباهش را اصلاح کند، حق دارد برود، حق دارد بسنجد، حق دارد ببیند، حق دارد امتحان کند. خلاصه همین مهمان برنامه ما فریدون خورشید. سلامت باشید. درود شما را به فریدون میرسانم. سلامت باشید. اگر از چنان صحبت بکنید که آدم احساسی میشود، بسیار صمیمی صحبت میکنید. فریدون جان، بیایید راجع به آینده سازی حرف بزنیم. یعنی آینده خود را چگونه میبینید بعد این همه حوادثی که از سر شما گذشت؟ آینده خود را درخشان میبینم. درخشان. بله، هیچ وقت فکر نمیکنم که در آینده اگر که انشاءالله همه انسان برای خودش کوشش کنه، مثلا در زندگی مقصد داشته باشه، هیچ وقت در آینده خوار نمیشود. درخشانی آینده در چیست که این آینده زیبا رو درخشان کرده است برای شما؟ شاید پدر، شاید مادر، شاید یگان اهل پیوندان، شاید یگان گل دختری نازنینی که انتخابش کردید. کی آینده شما رو درخشان کرده است؟ چی میگن انسان؟ میگن که یعنی که حس میکند، دل با دل صحبت میکنی که مثلا یگان چیز گواه میته. با همین خاطر مثلا من در همه وجودم میبینم، مثلا در نقشه های کاری در پیش ایستاده، مثلا چی نقشه رو انجام میدیم، مثلا اگر ما همه را بعد اون فکر با ترتیب داریم، با ترتیب، یعنی که با نقشه های خوب اگر دسترسی مثلا شخصا مخلصای عزیز کنیم یا که مثلا انشالله موفق میشویم. میدونید یک حرف شما برای ما خیلی پسند آمد. گفتید که با دل گفتگو میکند آدم و دل انسان گواهی میدهد. یعنی شما خود با خود زیاد گفتگو میکنید؟ درست میگن که وقتی اگر میگن همین سر تا در تکسری مونه، بله هر فکر در وجودت میآید. مثال و بعدا انسان های ایجادکار خود با خود زیاد گفتگو میکنن. مثال با موسیقی چیه؟ با موسیقی صحبت میکنی. هر چی که در حسیات آدم میاد و خودش پیدا میشه. چی میاد بیشتر در اندیشه های شما؟ با وقتی برنامه شما را تماشا میکردم من خیلی ترسیدم این سوالات. مثال شما اگر یک آدم عاقلی هستین که مثال هر کس با سوال شما جواب گفتن نمیتواند. بعضی چیزایی هست که مثال هم خیلی حس میکنی، مثال چیزا رو نه که گفتنش مشکل است. یک چند سوال رو پیشنهاد میکنیم، یک چند سوال رو پیشنهاد نمیکنیم. بیشتر از کدام سوال ها شما سر میپیچیدید؟ بیشتر کدام سوال ها رو نمیپسندید که به شما بدهند؟ بیشتر کدام سوال ها رو دوست میداشتید که به شما پیشنهاد کنند؟ ما از روز اولی که در صنعت مثال قدم خود را گذاشتم، مرا هیچ که نمیشناخت. ما مثال اگر کم شناخته بودن، خیلی مثال در گازیتا در مثال مکالمه صحبت میکردیم، ما از روز اول میگفتم که در زندگی ما مثال اگر که پرسان نشویم خوبتر است، چون که بعضی مخلصان مثال بعضی چیزا را مثال فهمیدن میخوان. اگر کم خیلی مثال ما در هیچ جور نگفتم، نه خیلی برای شما میگم مثال اگر که سوال آسان باشد، سوال چخور نباشد، چون که مثال راجع به حیات شخصی، راجع به مناسبت‌های انفرادی شما و مثلا اهل خانواده تا نباشد، همین طور؟ خیلی مثال اگر که در عائله هم مثال قطعی زندگی کردی، چیکار کردی، چی با جدا شدی، خیلی مثال نباشه میشود. در این باره زیاد نوشتن نه؟ خیلی بسیار گفتگیان، چون که مثال ما خیلی مثال زن چیزی است گفتگی ما کار ندارم. مثال خیلی زن است، مثال من مردم مثال نمیتونم بعضی چیزا را مثال کشاد بیان کنم، چون که خیلی مرد از زن با چی فرق میکند. مثال برای همین مثال بعضی چیزایی که مرد باید در دل خود بخوابه، مثال ما نه. یعنی درباره دوی ازدواجی که داشتید حرف زدن نمیخواهید عموما؟ خیلی مثال اگر یگان سوال میتونید حرف نزنید. یگان سوالی که مثال اگر گذشته بریم ممکن مثال حقیقت بکنیم، مثال ما دیگه میگم شما دیگه میگین، مثال یک کسی باشه دیگر میگه،
هیچ وقت گفتم و گفتند و گفتید زیاد می شود. بسیار میشه. بعد تو چی باید خیلی گفتی و مثال خیلی گفتی. مثال خیلی ما بعضی چیزایی که مثال اگر در همه زندگی مثال تعلق داشته باشه، مثال فرض مثال که شده میگو فرضانه گفتگی من نمیگم نه درسته، من میگم نه درسته. بگذار اگر هم خیلی مثال فکر کرده باشه زندگی خود را هم خیلی قبول کرده باشه، مثال این نقطه نظر خدا میدونه مثال در زندگی هر یک کس چی گذشتگی هر یک قدمی میمونم مثال این همون قوت با خدا حرف میزنی؟ بله هر یک انسان که با فکرم که ایمان در وجودش باشه با خداوند صحبت میکنه. زیاد حرف میزنید به خدا؟ خیلی فقط در لحظه های سختی یا اینکه در لحظه های خوشحالی هم با خدا حرف میزنید؟ نه بله وقتی انسان میگه که مثال من هم خیلی چیزا را میدونم که در زندگی چه خیلی که خداوند خرسندی را خرسند میشه در اگر که مصیبت داد باید خرسند شوی چون که مصیبت برای ما را نه که از جانب خداوند این یک مکافات بزرگ امتحان است. انسانی مذهبی هستید؟ البته حتما ما همون مردم مسلمانیم تاجیکستان الحمدلله. با من گفتند که در بچگی ها شما کتاب های دینی رو مطالعه میکردید، درست است؟ ولی بسیاری ها میگن که قاری قرآن، من راستی گپ قاری قرآن نیستم. من خواندگیم امکم که خودش قاری بود مثال بعد تجوید با مثال با قرآن مثال بعد شروع میخواند من خورد بودم مثال مرا درس میداد از همون اوانی خوردی مثال چه حرفا تلفظ میشوند مثال چه قرائت شروع میکنی خیلی خواندیم کمی هم باشد خیلی برای خود مثال چی میگن باید بدونی بیاموزی. من مثال برایم چنین در کاری خودم آموختم. چند مدت است که این سری تنها رو در بستر میمونه چپا؟ یعنی که مجرد بله 3 سال. 3 سال. بله 3 سال که مثال بسیاری ها میگن که حالی تو زندگی داری مثال در هر جا مثال در سامانه‌های اینترنتی مثال در شبکه‌های مثال هم در هر سایت ها می نویسن یا که میخونی در یک اونجا بعضی مردم حالی هم خیال میکنن که ما زندگی دارم یعنی که ما 3 سال شد تنهاییم. با تنهایی عادت کردید؟ خو گرفتید؟ آموخته شدید با تنهایی؟ اگه انسان میگن در همه چی آماده است تیار است. ما فکر میکنم که همین عصب خود رو در چیزی که مثال روان نکنی هم خیالات میکنه. همین یک فکر اگر در یک فکر مثال چقدر بستی خیال میکنم با همه با مقصد میرسید. بله دستگیری شما و مثلا مصلحتگری شما و هم نفس و هم دلی شما کی بود از اهل خانواده؟ پدر، مادر، برادر ها کی؟ ما اگه از خودم کلان مثال یک گپ دارم نه که وای بگیم که اویلندور است در خانه شوهر خود است دیگه مثال بچه کلان مایم خواننده دادر دارم خورده است مثال دو خواهرگه دارم وایام اویلندور هستند در خانه از مایم پدر مادر مای در همه رفتار و در سروده و در همه چیز مثال چی میگن پدر مادر یعنی که فکر خودش میگفت بعضی خیال میکنی که کلان شدگی یا که خیلی کلان شدگی نیست در پیش پدر مادر همیشه خورد هستی مثال بعضی فکرای میاد که یعنی که تو اگر یکم کار به مصلحت کنی درست میکنی اما ما خطا میگفته ما خطا میکرده ایم چون که در زندگی بعضی چیزا هست که خودسرانه وقتی میکنید یعنی شما اقرار هستید که از حرف والدین سر پیچیدید؟ خیلی ممکن اگه مثال ما او سرپیچ نیستم چون که پدر مادر بسیار گوش میکنم با زیاد اما بیاید یک جواب دقیق میدیم فریدون جون یا ها سر پیچیدید یا نه؟ خیلی سر پیچیدن شاید سر پیچیدم یکی باید سیگان گفتن ممکن است که اگر که میگن که خداوند هم در پیشانی نوشتگی باشد دیگه طفل یکم کس را فکر گفتن نمیتونه چون که تمام فکرها در پیش تو یعنی در خط تقدیر چنین نوشته شده است همین برای که چون که ما هر چیزی در زندگیم دیدیم برای ما یک درس است برای آینده ما خوبه ما هیچ وقت یگان وقت ناراضی نیستم چون که من در مثال کودکی عذاب کشیدگی کلان شدگی مقصد یگان ما در مقصد خیلی مشکل زندگی بود مثال چطور
چی طور مثال مانند همه مثال زندگی مشکل بود مثال ما که جدا همه شک شدن هم میگم چون که یکی خیلی در زندگی هر یک کارش دیگه که ما همین قدر هم میگم که تمام جوانایی که مثال در هر یک مشکلی گرفتارن مثال در یگم قدر هم میبینی که مثال یگم نیازمنده یگم چی من اگر که ذره که با همون صحبت کنم مثال میگم که ما در وقتش عذاب کشیده کلانش دیگه این فکر نکنیم که ما همه خیلی با همین روزا رسیدیم مهنت که انشاءالله این کار یک حرکت های با یک نیت با یک مقصود خود میرسی و مثال در جمعیت یکم جای نمایان رو با خودش حال میکنه. طول این چند سال اخیر پخته تر قوی تر شده؟ بله همین را میگویند که مقصد زندگی انسان درس میده. نظرتون به زندگی دیگرگونه شد؟ و کدام ترانه میتواند حالا حالت روحی شما را افاده کند از میان ترانه هاتون؟ ما هر یک سروده که میخوانم وابسته بر یکم کس قبول میکنه مردم. اگر که یکم سروده که مثال ما اگر کدام که ما اگر گوش کنم مثال میشناسم میدونه کدام سرود با یکم مثال چه سرودا خاتمه سر کردم همش درباره وصف عشق عاشقی یعنی که خیلی ناکام میشوی در عشق ناکام نمیشوی مثال همه این رو با زندگی شما رابطه میدهند؟ دویم همین را مثال با همه آموخته میکنن که گویا که من از زندگی خود میخوانم اما اینطور نیست. خیلی مثال این خیر نیست چون که ما از وقتی زن نداشتم مثال ما اگر که مردم را سال 2013 آخرای اولای 2014 بشناسن ما از سال 2011 یک چند سرود دیگه خوانده بودم راست گپ نام قدر موفق شده بود اگر که هموار اگر گوش کنن میفهمن که همون اول ما درباره همه مثال عاشقی میخوانم چون که مثال من میگم که من میمیرم برایت مثال عزیزم برای کی میبرم مثال همین سرود مردم چی میگن یعنی اگر شما من میمیرم برایت بخونید مردم میگن که برای فرض نمیمیرم این طور نیست نه آخی مثال چیه مثال این چه همین سرود گوش کنی همین تاثیر کنه یگم معشوقه خود رو مثال تصور میکنی که من میمیرم مثال برایت مثال شما با یگم کس برای مادر مثال من میمیرم مثال یا که در خاک پاد مثال پدر هر چیز مثال میشوه که خیلی سرود نه تنها ممکن مثال ما در وصف خداوند باشه مثال لیکن ما همه چیز اگر که مثال پیگیری کنیم در همه عشق روانه می شود اگر هزار که کوشش کنیم درباره چیزی باشه نه که همو اگر حرفش هم میابتیم در عشق وابسته است مثال خیلی ما همین را خواهش میکنم که همچون سرود قبول کنین یعنی همچون یک جزء زندگی فریدون قبول نکنند همچون یک سرود چون که هر یک سرود این شبیه یک کینوفیلمی الهی است شبیه یک اسپکتاکل الهی است که هنرمند نقش می‌آفرد هنرمند میتواند امروز درباره شادی و نشاط بخواند فردا میتواند درباره غم و اندوه و تنهایی بخواند و فردا دیگر میتواند درباره عموما وارستگی از کل این دنیا بخواند فردای دیگر میتواند درباره خیانت و رشک و حسد بخواند روزی دیگر میتواند درباره دوستی و رفاقت و روز دیگرش میتواند درباره دشمنی و خصومت بخواند یعنی هر یک ترانه این اسپکتاکل الهی است این یک سینمای الهی است این یک دراماتورگی الهی است به همین خاطر من راضی هستم با فکر فریدون ولی در آخر صحبت فریدون میخواهم راجع به آینده سازی باز حرف بزنیم زیر چشم کردید یگان نفر رو انتخاب کردید برای اویله برپا کردن یگان زیبا صنم رو یگان دختره که زیبا رو تا راست گپ ما دیگه انتخاب نمیکنم چونکه پدر مادر بگذار همه در ما فکر میکنم که جوانای عزیز چه دختر باشین چه پسر باشین انتخاب پدر مادر درست‌تر است چونکه پدر مادر با تینی وی رو نگاه میکند یعنی که ویا زندگی دیدن ویا چی میگن انتخاب درست میکنن یعنی شما این نوبت در مسئله ازدواج در مسئله برپا کردن اویله تنها تکیه میکنید به مصلحت پدر و مادر بله حتما انتخاب کردند کسی رو در نقشه هست انشالله که در نقشه کی هست در نقشه کی بودنش معلوم نیست هنوز نیافتند خیلی هر کس مقصد دیدگی نه که انیق معلوم نیست که کی است فریدون گفتید که کی این
نقشه ها عملی می شوند؟ یعنی امسال سال دیگر یا بعد از 10 سال چند سال این تنهایی شما دوام میکند؟ تصمیم های شما چگونه است که این نقشه ها رو عملی میکنید؟ انسان با خود هر نقشه میکشد، لیکن میگن که نقشه خداوند به از نقشه ما است. بله. بگذار که همه تقدیر نصیب ما در هر چی که باشد ما آماده ایم. انتظار میشویم که تقریبا نکرد انشاءالله کوشش میکنیم، کوشش داریم. خداوند هر زمانی که موفق، شاید امروز باشد، شاید فردا باشد، شاید این نوبت شما خودتون انتخاب نمیکنید؟ این نوبت ما در یک جایگی بله، چون که باز میگم که مهمه فکر پدر مادر به حد در زندگی مهم است. فریدون فقط باز من کنجکاوی میکنم، نخود که در 3 سال والدین شما نفری رو پیدا نکرده باشند، باورم نمیآید. یا اینکه بود بعضی مثلا پیشنهادها بعضی بود درست گپ یک چندش با ما معقول نشید. پدر مادر رکب میخوان که همون چیزی که مثال خیلی فرزنده که حس میکنه چی میخواه، مثال کوشش دارن که همون چیزی میخواستگی مرا پیدا کنن. خیلی که اومد راستی گپ وابسته به پدر مادر کردگیم، خیلی شاید پیدا کرده باشن، شاید نکرده باشن. دقیقاً حرف بزنید فریدون جان، یا ها بگوید یا پیدا کردن یا نه؟ انیق نه، چون که ما چند کسا پیشنهاد کردن من انتخاب نکردم. بسیار در گفتگو من بله انیقش این نمیه. بسیار با شما صحبت کردن یک بخدا چی میگن هم چیزی که شما بخواهین میتوانین برای خود رو گیرید. سلامت باشید فریدون جان. اینجا صحبت ما به انجام میرسد و در نهایت صحبت امروزه من تنها یک چیز رو میخواهم، خوشبخت باشی، آباد باشی. ما حاضر میبینم که مثال بسیار جوانای ما، مثال نه تنها من، همه کمبودی در همه جامعه همه خیلی بسیار شده که مثال ما فکر میکنم دعا میکنم که خداوند اولا مثال دخترها را صبر بوده، چون که روز آزادی است، هر یک کس میفرش آزاد باشه. اگر که صبر در همه دخترای ما باشد، در جوانای ما باشد، در پسرای ما باشد، انشاءالله همش خوشبخت میشود. در زندگی یک جا بودن بسیار خوب است، یعنی که اولی خوب برپا کردن مثال فکری ما همیه. بله بله. و آزادی هم مفهوم نسبی است. آزادی هم مفهومی است که بستگی دارد به اخلاق و رفتار و کردار انسان ها. و میدونید آزادی رو وقتی که به دست ابله میدهند، این شبیه نارنجک هست که در دست بوزینه میمون داده می شود و هر زمان میتواند میمون نارنجک را بهتر کند، انفجار به وجود بیاید. در نهایت برنامه ذکر میکنیم که فریدون 2 بار ازدواج کرد. یک بار ازدواجش با یک دختر عادی بود، ازدواج دومش با فرزانه خورشید، یکی از ستاره های درخشان آسمان هنر ما، و اینک با ازدواج سیوم آمادگی میبیند فریدون و تمنا میکنیم که این انتخاب سومین و آخرین در زندگی فریدون جان باشد. آمین. سلامت باشید. مثال ما پیش از برنامه شما دعوت شدم، بسیار برنامه‌تون رو تماشا می‌کردم، اما خیلی علاقه ما غمگین شده بودم. چه سوالی شما را نه چرا یک صحبت رفیقانه داشتیم، نه چون که شما چون مثال درست سوال می‌کنید که انسان نمی‌تواند که باید جواب ندهد، ولی صحبت ما امروز صحبت رفیقانه بود، خیلی صحبت زیبا بود و فکر میکنم که ما تنها نبودیم، همه مخلصان، همه اخلاصمندان رفیقان ما اطراف ما نشستند و این صحبت را گوش کردند. ان شاء الله باوری دارم که یک صمیمی بود، یعنی که یگان چیز ساخته نبود. با اکای حضور جان صحبت کردیم، شاید اگر یگان کلمه خطا گفته باشیم عذر میخواهیم. زنده باشین. با شما خیر و خوش میکنیم تا بازدید نوبتی در برنامه ناگفته ها. خیر.